الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. جناب آقای احراری، با عرض سلام خدمت شما گرامیان و سپاس ویژه از تلویزیون کلمه برای فراهم نمودن این فرصت. من رحیم بندوی به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ از نسل پیش از انقلاب بهمن 1357 اجازه میخوام که از طرف خودم و از طرف تمامی همراهان و همرزمانم در حزب مردم بلوچستان در این ایام خاص که همزمان بیش از 1 میلیارد نفر از مسلمانان در سراسر جهان در شور و شادی و شعف به سر میبرند، صمیمانه ترین تبریکات و تهنیاتم را به مناسبت عید قربان یا عید الحج به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه مسلمانان اهل سنت ایران که طبق قانون اساسی کشور ایران علنا به همراه دیگر مذاهب غیر شیعی اثناعشری متاسفانه مورد تبعیض رسمی و قانونی قرار گرفتن تقدیم نمایم. بر اساس تجارب جهانی، دین دولتی در جوامع رنگارنگ مذهبی همواره باعث اعمال تبعیضات و بی‌عدالتی‌های گوناگون و باعث گسترش نفاق و نفرت، انواع فساد و بی‌ثباتی به جای توسعه پایدار در آن جوامع می‌گردد. و برای اینکه دین دولتی نداشته باشیم لازم است که دستگاه دین از دستگاه دولت همواره جدا و تمامی شهروندان جامعه در برابر قانون یکسان باشند. جمهوری اسلامی ایران یک نمونه زنده و شاهد در جهان به عنوان نظامی تبعیضگر شناخته شده است و در عین حال اصلاح ناپذیریش را هم با 1001 دلیل برای مردم ایران و جهان به اثبات رسانده است. ایران کشوری است متشکل از ملیت‌های مختلف با فرهنگ‌ها و زبان‌ها و مذاهب و ادیان گوناگون. برای ایجاد ثبات و توسعه پایدار چنین کشوری لازم است که دین از دولت جدا و ساختار دولت هم غیر متمرکز با حکومت‌ها و پارلمان‌های منطقه‌ای خود باشند و همه دولت‌های منطقه‌ای هم در مدیریت دولت مرکزی شریک و سهیم باشند. در چنین ساختاری احترام به ادیان و مذاهب و عقاید انسان‌ها برجا و حاکمیت دموکراتیک مردم بر کشور ایجاد جامعه‌ای خواهد کرد که مردمان گوناگون در آن با یکدیگر زندگی و همزیستی مسالمت آمیزی خواهند داشت. با سپاس. تقبل الله منا ومنكم.